آزاد شده یا نشده. منم تا آخرین دقیقه شنیدم. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلن عین هر سال در روز 10 دسامبر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر میتینگ اعتراضی رو علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در برابر سفارت ایران در برلن تدارک دیده بودند. شعارها، مضامین و نوع خواسته های ما تقریبا همه اون چیزهایی بودند که در عرض 20-25 سال گذشته از طرف ما در برابر سفارت چه به صدا و چه به صورت دیدنی، یعنی شعارهایی که بحث میشد و در دست بقیه بود. پلیس قبل از اینکه ما شروع به اکسیون به حرکت اعتراضی بکنیم تمام نوشته های ما رو کنترل کرد و تایید کرد که میتونیم استفاده بکنیم. ما تقریبا در اواخر میتینگ بودیم و با خاطر سرما خواستیم کمی هم زودتر میتینگمون رو به پایان برسونیم که دیدیم مأموری از سفارت بیرون آمد و به مسئول ما گفت که شعار سرنگون با جمهوری اسلامی ایران که به فارسی و انگلیسی بر روی پارچه دردی نوشته شده بود میبایستی جمع بشه. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. گفتن که این شعاری که از با متن سرنگون با جمهوری اسلامی علیه شکایت شده و یکی از کارمندای سفارت از این شعار خوشش نمیاد و شما باید اینو بردارید. قرانه سرنگون با جمهوری اسلامی مخالف اوناست و این پلیس هم میخواد جمع کنه. ما مخالفت کردیم و گفتیم که این نقض آزادی بیان ماست و ما به سفارت جمهوری اسلامی اجازه نمیدیم که آزادی ما رو در خارج از کشور هم محدود بکنه و از نظر ما پلیس هم از نظر قانونی حق نداره این کار رو انجام بده. و پلیس خیلی خشونت به خرج داد و تونست با خشونت زیاد این شعار رو از تظاهرات برداره، ولی از اون لحظه بعد دیگه تمام کسانی که در تظاهرات بودن مرتب این شعار رو به آلمانی و به فارسی دادن. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی. این باعث شد که ماها عملا یه مدتی طولانی تر هم اونجا بمونیم و شعارهای خودمون رو به صدای بلند هم سر بدیم و بعد از حدود نیم ساعت که ما اون میتینگمون رو پایانش رو اعلام کردیم و میخواستیم به طرف مترو بریم که بریم خونه، پلیس دور ما رو گرفت و اعلام کرد که میخواد 2 نفر رو دستگیر بکنه. بعد از اینکه مراسم ما تموم شد و داشتیم دست جمعی آروم آروم اونجا رو ترک میکردیم، محل رو ترک میکردیم، بعد از 50 متر که جلوتر رفتیم دیدیم پلیس ها اومدن و بچه ها رو دارن دستگیر میکنن، چند تایی رو که نشون داده بودن قبلا. احتمالاً خود از همون سفارتی‌های کثافت‌ها گفتن که به این پرچمی که نوشته شده که سرنگون با جمهوری اسلامی اونو بکنین
این فاشیستان سریع ببینید الان دارن تنظیم ایجاد میکنن. Gehen Sie weiter. Was ist los hier? Ja doch. In die Richtung. Eine Straftat und wir nehmen jetzt jemanden fest wegen einer Straftat. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hat Heroin verkauft oder was? Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ich habe Ihnen das gar nicht gemacht. Ja, ist in Ordnung. Und jetzt gehen Sie bitte. Wohin? Zum U-Bahnhof oder weiß ich wohin. Und das waren Freunde und so einfach. Ja, die kommt hier wieder. So, los, ab geht's. Was wollen Sie? Das ist richtig. Und jetzt geht. Weiß, Mensch. Weiß. Ist okay. Was ist los? Da stand eine männliche Person. Die Vollstreckungsbeamte, erneute Festnahme. Los, geh zurück. Geh zurück, Mann. Hau ab jetzt hier. Los. Warte, ich kann mit ihm anlegen. Wenn du jetzt nicht hörst, mach das Ding. Du wirst jetzt einige Maßnahme. Bleib da jetzt. Leider. Die Polizei, leider. Die Frau ist runtergefallen. Die Frau, wie ist die da? تو این مسئله خشونت زیاد به خرج داد و حتی پلیس سگم آورده بود برای تهدید بچه‌ها. درگیری که شد و بچه‌ها رو زدن. حدود 8 نفر رفتن بیمارستان که حال بچه‌ها خیلی خراب بود. یکی ستون فقراتی ضربه دیده و یکی ضربه مغزی خورده که و یکی هم بینی شکسته. با زانو زدن توی دماغمو شکستم، با مشت به صورتم کوبیدم، زیر چشم و فکم و پشت سرم. من تعجب مونده بودم که چطوری پلیس آلمان همچین کاری رو میکنه. همون موقعی که داشتیم میرفتیم دیدم پلیسا دارن شروع میکنن به طرف ما هجوم آوردن. دیدم که خانم منو داره با انگشت دونه از اون پلیسا نشون میده که اینو بگیرید. من فکر میکردم این روزو ما فقط توی ایران نمیتونیم اونجور که دوست داریم برگزار کنیم، ولی انگار ما نتونستیم این روزو توی آلمان هم خوب برگزار کنیم. از همون بازجویی کردن که چرا این کارا رو کردین، چرا این نباید پلاکارد نگه می‌داشتین، شما الان مجرم هستین. ما بهشون فقط میگفتیم که پس این آزادی بیانی که ما داریم پس کوشش. با این نیت من اونجا بودم که اگر در ایران هم کسی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشه بتونه به طور مسالمت‌آمیز این خواستش رو بیان بکنه و منی که برای پلیس به عنوان تأمین کننده امنیت جامعه و مدافع حقوق قانونی افراد احترام قائلم و بهم اینجور یاد داده شده بود که آلمان کشوری که درش حق آزادی بیان محترم شمرده میشه، میتونم بگم که با یه تجربه نوعی مواجه شدم و هنوزم در شوکش هستم. نمیدونم این حقوق بشر کجا قرار داره. برای من این شبیه فاجعه است. هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم و فکر میکردم که اون چیزایی رو که تو ایران دیدم هرگز اینجا نمیبینم، در حالی که واقعا اینجا هم اونا رو دیدم. مسئله ای که هست حرکت پلیس بی سابقه بوده تا حالا. هیچ موقع هیچ
قسمتی از پلیس از این 30 سال جلو ما را نگرفته بود. دموکراسی آلمان برای چه کسی در واقع اعتبار داره؟ آیا ما هم به عنوان شهروندانی که در اینجا زندگی میکنیم از آزادی بیان، از داشتن حق تظاهرات آیا برخوردار نیستیم؟ چرا آن چیزی رو که باید قانونی در واقع باشه در مورد ما اجرا نمی‌کنند؟ ما مسئله رو به این راحتی نمی‌گذاریم. ما با چند وکیل صحبت خواهیم کرد و نظر قانونی دنباله جریان رو خواهیم گرفت. به نظر ما کار پلیس و کار سفارت قانون شکنیه که نداشتن که شعار ما اونجا باشه. کار پلیس درست نبوده. این کار پلیس حمایت آشکار از جمهوری اسلامی بود. Loslassen! Sie kommen nicht. Nein, die kommen nicht mit. Weil sie nicht mit. Geht doch mal da auf den Weg. Kann doch nicht wahr sein. Ist aber unmöglich. Wir vereinbaren hier. Machen wir die Tür. منو نزدن، خودشونو زدن. و این داستان این 1.5 ساعت میتینگ ما در 10 دسامبر 2010